کو بدون کارت کلاس در ساخ بخم اینقدر بر وقت دستگیر شدنت رو انتظار نبودی. از بیمارخانه حجت ها رو دزدیده پرتافتی، اما فایده ندارد. اما این جنایت در آخر حتما یک دلیل میگذارد. کلت کلاس در مقابلت کمیسر اونل است. دانسته باش در روبرویت یاردمچی کمیسر لیویت است. کرموش تو برای چی در روز نیکو هم روبرویم برآمدی؟ دیگر روز نبود. از پشت دیگر سله تلفن ما جواب نمیده. آبرو ما رزوندی. میکرو بگو چیکارت کنم؟ رفتم لیویت. جواب میگوی خزنده. پرگوی احمق ابله. کمیسر ببینید در این کار انیق نافهمی شده است. استاد احمد سالهای زیاد است که با ما کار میکند و استادی با شرف و با آبرو است. انیق خطاگی شده است. بله احمد آدم است مثل ملائکه. رفیق کمیسر جناب احمد جنایت کردنش موافق قانون اخلاقی غریب کن است. همه میجوان راست میگه. شما میدانید اینجا یگان خطاگی نیست. همه شما را فریب داده است. آخی غریب کن است جناب دیرکتور. با امید ما نشیم باشو. سردار کلت کلاس نمرده است. کمیسر اونالو رو دستگیر کرده به امنیت برده است. نمرده است؟ مرگی که برای همه خوفناک است. برای او یک چیزی مقرر شده است که این مردنش به کسی معلوم نیست. به امنیت آدم روان کنید. فهمید چی گپ است؟ تمام اکا. کجا می روی؟ رفته از بالای بابایم شکایت میکنم. با هیچ کجا نمی روی. اجازت نمیدیم که از روی بابایت شکایت کنی. چی ها میگوی مادر؟ پشتیبانی کی؟ قاتلی که دوست داشته دخترت را کشت؟ میلیس دوست داشته تو کلت کلاس هست؟ ها؟ این را چه کردی؟
اینро چخل کردی؟ آن شوهری سوخته زهرا رو چخل دوست داشته خود میکنی؟ کافیست مادر، رهایم کن. ملیس برادر اینجا کنسانه او پوی تورا دو روخی؟ چرا سامان جدی؟ اوه استاد احمد چیه شما؟ نرز هسته؟ استاد احمد بیگناه بودن شما رو در حال فهمیده انشالله جواب میدین هر دویمون رو. خاموش، در بین همه دویده به گردنم سوار شده برادرم گفتی اینجا افتیدیم استاد احمد میگویی، مگر تو دیوانه ای؟ میدونم عصبی هستید استاد احمد، انشالله با آسانی نجات نیابید شما. راستی که من شما رو خیال یک برادرم کلتکیلس کردم. شوکت بگو. حاضر خسته لغت شپکت میکنم. خاموش. خدا شما رو نجات دهد. رحمتی کلام استاد. استاد احمد شما پروا نکنید، من یک ادوکات گرفتم، انشالله در کوتاه‌ترین مدت شما را از اینجا میبرم. با عنایت خدا انشالله. تکرارا خدا نجات دهد. این معلم شعری نبوده که کلاس؟ مثل تو مشکلی درست کردن نمیگردد، کار بود میکنن. شین در جایه. آقای اکرم، کартакида зинда аст. комиссар Унал ӯро дастгир карда ба амният бурда аст. не ғайриимкон аст, ӯ зинда нест. бубинед муҳтарам сардор, ҷаноби аҳмад дар ҳақиқат одами бо қадру қимат аст ва ман ӯро солҳост ки мешиносам. бале, баъзе гуфтаҳоятон дуруст аст, аммо рафиқи ман ба хотири бо касе монанд аст гуфта ӯро маҳкам кардан ин нодуруст аст. албатта ҳамин хеле ҷаноби адвокат. дуруст аст, дарҳол талаби озод кардани муваккиламро дорам. ин худаш чӣ хел гап аст? шумо чиҳо мегӯед? асло ғайриимкон аст. хомӯш бош Унал. аммо сардорам. бо иҷозати шумо. марҳамат ҷаноби адвокат. پدرجان ملیس برای شکایت کردن به امنیت رفت، او را داشته نتوانستم. мом ба куҷое хоҳад равад? شما نمیفهمید، شکایت کردن رفت. کلتکیلس را کشتید، شکایت کنی رفت. калтакелас зинда аст. چی؟ калтакелас намурда аст. این خودش چی گفت؟ چیکار نمرده است؟ نمرده است گفتید؟ чӣ гап шуд? استاد چرالی چی شد؟ استاد شما پروا نکنید، احمد رو یک دو ساعت پس رها میکنن انشاءالله. خدا بچه رو ها شکر. شما دیگر انتظار نشوید، به خانه هایتان روید. رحمت استاد. خیر بچه ها شما روید. روید زود باشید. рост хош ки раҳояшон. کاری کردگی یک امنیتی کلان را ببین. شما احمد شمشک را جنایتکاری کلان گفته دستگیر کردید. من چیکار کردم که مرا دستگیر کرده گرفته آوردید؟ بچه من ای بالاتون در سود بین المللی شکایت میکنم. من گوش شوکتی به عقل در جای کار من بسر مرا چه خیلی گپ زدی سیازی میبرم در شما چو زدن نکبی یگان کسته میشوزد حیوان. فهمیدی لوینتا؟ این را در کدام کینو تماشا کردی؟ چی وای مداری؟ ها؟ شرم نمیداری با در گردن من ریمین میبندی؟ ها؟ من به ترسگم. به طرف میخواه وای من اکر لینجا تا طرف من نلازم گوشا پیش بدرم. مشکل ایونت به حرمتی نکن. شوکت برای که بطلیون فیرود بکن. استغفرالله. شوکت قریب علوی چشم بگیره ونی که نتونست. سردارم چیکار کردی سوده؟ شما کلتکیلس رو چی خیلی آزاد کرده؟ سردارم شما رو گفتم که در بیمارخانه پیش از جراحی احمد شمشک با کلتکیلس عوض کرده شده است. آدمی دست ما کلتکیلس است. Унал, ин қадар монанд буданаш ҳам барои ман қобили қабул нест, аммо коре карда наметавонем. агар далели аниқ ёбем, боз ӯро дастгир мекунем. رفیق سردار اگر کلتکیلس رو آزاد کنیم
وای البته میگریزد. اونال گریزت دستگیر میکنیم. این کاری تو است. خوب سردارم. برای احمد شمشک بودن او را اثبات کردن الاستخوان‌های احمد شمشک تشخیص DNK کردن لازم. با تشخیص‌های DNK کالتاکیلاس رزیل مقایسه کرده DNK های استخوان‌های او را گرفته و بیشرف را همه کارش را اثبات میکنم. از روی قیدها در اون قبر کالتاکیلاس خوب است. باید ما از برادرش اجازت گیریم. فهمیدی اونال؟ سردارم من از اون قبر تشخیص DNK میگیرم. از آدمی که اوزادش کرده ایم چند انالیز میگیریم اونال؟ شما پروا نکنید سردارم. من حل میکنم. حتی روحش نمیفهمم. خدای من سیایم زنده بوده است عزیزم زنده بوده است. حالا برای آغوش گرفتن زیاد جواب میدهی. جواب بفرمایید جناب پلیس. جناب پلیس نه، کمیسری کلان. این کار اینجا تمام نمیشود کالتاکیلاس. فردا باز تو را دستگیر میکنم. همه را فریب داده میتوانی اما مرا نمیتوانی. بینید کمیسر کلان، از راستی شما چی ها میگویید من نمیفهمم. یعنی از آنی که یک استاد را به اینجا آورید همان کالتاکیلاس است که از دستگیرش کنید نمیشود جناب. یزنا بابایم در ساحل احمد رو پروند. میلیس تو چی ها میگویی؟ احمد کی است؟ بابایم احمد رو کشت. تمام میلیس آرام باش. از اول نقل کن احمد کیست؟ احمد درست است؟ کالتاکیلاس زنده است؟ نه کجونا کی کانون است. کجا میگه پرو میبرورن؟ احمد شمشک گفتنی آدم است. با کالتاکیلاس برادرم بسیار مانند است. برای همین همه مانند کالتاکیلاس گفته سقراط هم از پس همو است. اونم خیال کالتاکیلاس کرده برده محکمش کرد. در مکتبی که من کار میکنم در همونجا معلمه چورختی که اینم خیلی کار که تورات خونم ان شاء الله رفته است کارش. یا خدای من، این چه خیلی مانم باشد که همه کالتاکیلاس گفته از پس شده. کنی ما هم یک رفته بینیم او را. اکا کانون در کار نیست. وای آدم با کالتاکیلاس یگان علاقه ندارد. یک نالزده سرخی پچکه داره. ای با تو چی؟ از تو میپرسم مگر؟ دمد را گیر. حیوان بیشاق مثل که از او باید پرسم کی را بینید کی را نبینید. یزنا؟ زهرا؟ یزنا زیاد در حقیقت زنده است؟ زنده است زهرا. او زنده است. 7 جان دارد. ولی مثل گفته میلیس با تیر خورده ها مانند نبود. میلیس گفتید؟ میلیس چی علاقه دارد؟ زهرا دوست داشتت رو به میلیس بخشیده. پیشتر اینجا بودن. مثل عاشقان شیدا یکدیگر رو در آغوش گرفته از اینجا رفتن. همین خیلی. سلام میلیس. احمد لازم نیست. احمد
فکر کردم تو مردی در ساحل. چه خیلی نجات یافتی. این معجزه است. جوشن داشتم. وقتی که به امنیت رفته بودم از آنجا گرفته پوشیده. برادر چیکار میکنی؟ این دختر کیست؟ معلوم است که زهرا نیست. کنیم ببینم کی این دختر این طرف اون طرف میگذاره. بچه میلیسه ای؟ کالتاکیل است. تو چیکار کرده ای سوده ای؟ چی گفت پس اینجا؟ این رو چخل کردی میلیس؟ همش را به خاطر انتقام گرفتن از زهرا کردی برای آن که خواهرم به طول نفهمد. مرا پنهان کردی. این چخل دیل است. این چخل وجدان است. تو همه چیز رو به یاد داری؟ همش را به یاد دارم میلیس. همش. احمد حافظت که برگشت با مناسبتمون ضرر نمیرساند. میلیس کدام مناسبت رو میگویی؟ این چه خیلی میشود؟ احمد تو چی ها میگویی؟ چه خیلی یعنی؟ حسیاتت گم شد؟ احمد دوریست نرس. احمد بله در اول من برای انتقام گرفتن از زهرا این کارو کردم. من تو رو دوست داشتم. یعنی از زهرا انتقامم رو نگرفته به تو عاشق شدم. میلیس به تو باور نمیکنم. احمد حقیقت رو میگویم. عشقی که به تو دارم از انتقام زهرا بزرگتر است. بین میلیس تو را باور کنم یا نکنم چیزی تغییر نمییابد. این خیلی نمیشود. احمد оғой акрам калтакласро озод кардам. چی؟ تو چی ها میگویم؟ بسینش سه تیر زدم مثلی که چیزی نشده است. باز پیدا شده؟ تو باشی میگویی که از امنیت آزادش کردن؟ از این یگان چیز فهمیدی؟ به من بگو. ман ҳам нафаҳмидам оғой акрам. ҳоло тадқиқот дорем аз пасиба. تمام رفته انیق کن. دیوانه میشمم. زهرا تو را بسیار یاد کردم. میلیست را خوشگیر. زهرا نکن.
با من این خیلی نگاه نکن. چی نگاه میکنی؟ نگاه نکن. برای از من انتقام گرفتنت این کارو کردی. کدام انتقام زهرا؟ تو چی ها میگویی؟ رفته با نفره که به من تماما بیزن اسمیلیس را خوش کردی. برای خانه دار شدنم از من انتقام گرفته. تو حیف با تو زیا. زهرا این خیل نکن. بین همش را میفهمانم عشق. لطفا. من عشق تو نیستم، فهمیدی؟ با من هیچ چیز را نفهمم. باز شرم نداشته روی برویم میبروی. رو از اینجا رو. زهرا نرو التماس مرا گوش کن. زهرا همش را میفهمانم التماس گوش کن. زهرا اوف، همش از پشتی حافظم شد. این را چه خیلی با زهرا میفهمانم. اوف. زهرا اگر روم مرا بابای دیوانش میپراند. این حالت را با تو چه خیلی میفهمانم نمیدانم. خواهیش میکنم کمی مرا گوش کنه. سردار کالتا کلاس را آزاد کردند. چه خیل آزاد کردند؟ چه خیل شده است نمیدانم، لیکن کالتا کلاس آزاد است. آخران کاری کالتا کلاس است که مرا حیران میکند. از این زیادش را اجازت نمیدیم. زود مکانش را پیدا کنید و امری مرا انتظار باشید. تمام سردار. اوه کالتا کلاس، این بار از دستم رها نخواهی یافت. تو را حبس میکنم. تو چی کار میکنی؟ درخش دعا کردم سردارم. ثوابای سردارم، اگر احمد شمشیر کالتا کلاس باشد چرا به امنیت رفته شکایت میکنه؟ یک فکر کن چرا حیاتش رفته در خطر میگذارد؟ نمیدونم لبند. کالتا کلاس است، انیق نقشه دارد. اون روزی که کالتا کلاس به امنیت رفته شکایت کرده بود کو یکی از جوشن برونژلت گوش داده بود سردارم. تو جوشن ها رو میشموری؟ من هر روز حساب میکنم رفت سردار. اوی بیشرف، برای همین نمرد. از دستم رهایی نداری. تو رو دستگیر خواهم کرد. لوند، تو این تشخیص ها رو گرفته به تشخیص گاه بر. از نزدش هیچ دور نشو. فهما؟ قبل سردار. من نزد جناب اکرم رفته بیاناتش رو گرفته میایم. فهما سردار. نمیترسی آخر؟ تقام دیوانه شاید مرده. مایلش. برادر دوام دید. این مورده الرژی دارم. کم ترک دور ترک بیستم. بخشش برادر با فکر نکه که من میترسم. الرژی دارم. دانسته باشید که از دستی وی بره ایما بسیاری جوانان خانه ویران شدن. ایسته ببین شرف، چیزی که من میبینم شما هم میبینید. قسم میخورم این رحمتی دوملو کالتا کلاس است. زنده شده است. وای رفیقان، خیلی که به شما گفته بودم این کس استاد دین و اخلاق احمد شمشک. انا بینید. واقعی کنان گفتی که او کمتر مانند است. همین است مگر مانندیش ها؟ اما چه کالتا کلاس ریش داشت این نداره؟ باورم نمی آیده؟ می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. اوه برادر آشخانه، چی تو هم در این محله زندگی میکنی چی؟ انا بینین آوازش هم آواز کالتا کلاس نیست. همین مردم هم میفهمونن مرا نفهمیدستن. زامبی دف شو، تو دوملای ساخته هستی. تو زامبی هستی به قبرستان رفته. در قبرت خواب کن. این چی گرد مزگور هستی؟ خواب کن خودم زامبی هستی. نمیگی بای خودی کالتا کلاس هست ها؟
вақто касе мега агари калтакелас нест дар зиндагӣ хатогӣ бузург мекунад. аз куҷо монанд гурасет мегӯям. як лаҳза бародаро ором бошед, асабӣ накунед мулоимонро. шумо илтимос ором шавед, ҳамаш гузашт наздики зомби аст. зомби аст. вай рафтиқи домлои сохта аст. табиги бахдол шатакашт мекунам, хеста наметавонам. бахшиши зиёд мебахшед. аз шумо аз чӣ пурсам? шумо домлозиё нестед? ки домлозиё? на ин ҷавон ҳам доимо маро ба домлозиё монанд устодам аст. من هیچ چیز رو نمیفهمم. من کیم؟ داملازیا من نیستم. من به حال خودم سرگردان استاد هستم. نامم احمد شمشک. ای به نام خدا بیا شوخی نکنید. کلتکلس یا خیلی. لطفاً از شما خواهش میکنم این مسئله رو دیگر گپ نزنید. عصبی میشوم. امروز از پشت همین کلتکلس چیزهایی بود که ندیده باشم. از پشت همین کلتکلس در نزد شاگردانم قریب بود که حبس شوم. التماس این خیلی نگوید. من کلتکلس پلتکلس نیستم. روز بخیر. شادم. خیلی شادم. حضور میپرسیم کلاس. استاد احمد جان. یک لحظه. تو هم داملان نیستی. زامبی هم نیستی. استاد هستی. همین خیلی. این چه گپ است؟ در یک مسجدی کلان امام هستید. زامبی پام بگفته به شما میزود مگر خیر؟ این سبب مستجاب نگشتن دعاهای من، یعنی به زامبی مانند بودن تو بوده است. شاید چنین باشد. به این هم با این قد و قامت دعا قبول نمیشه. استاد یک سوال سرم رو گران کرد استاد امین خوراک یکم رو در خوراک دوم و خوراک دوم رو در خوراک یکم بخوری آیا جایز است یا نه استاد؟ پسرم چه سوال است؟ تو همین سوال ها میپرسی؟ آدمی عجیب هستی ها؟ استاد مثلا اول آش خوریم بعد شوربا جایز است؟ ای پسرم هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، دیگرانش تغریه. خیر روز بخیر. خدا از شما راضی باشد استاد. مثل اوکی گوگل هسته. من باور نکردم ولی همین کلتکلس ما رو مسخره کرده. دوام دهید. من این خیلی حالت ها رو همیشه گفتم کلاس نیست. شما هم سوده هر گپ گفتید. جناب اکرم، میلیس میگوید که کلتکلس رو پروندید. این درست است؟ درست است. کلتکلس را پروندم. به دلش 3 تیر پروندم. در پیش چشمانم به بحر رفتید. اگر باز روبرو آید همین کار را میکنم، میپرانم. دست زیبایتون رو دهید بوسم. چی گپ است؟ کلتکلس زنده است؟ جناب اکرم، در اصل من باید شما رو دستگیر کنم. میدونید همین خیلی؟ اما اعتراف کردید که کلتکلس رو پرونده اید. در حجت‌های رسمی مرده نشان داده شده است و حتی در بدنش علامت‌های زخمی تیر نداشته است و چون زنده مانده است و آمده از بالای شما شکایت نکرده است، در حقتون یگان خیل کار کرده نمیتوانم. جناب اکرم، لطفاً از بلا دور باشید. مسئله کلتکلس رو من حل میکنم. آقا سورو همه چیز رو میدونن؟ میدوند بعضی مشکلی ها هست از پشت حافظه. مثلا چه مشکلی؟ بعضی مشکلی ها هست حل میکنیم. بخیر است به تو؟ در انگشتت چیست؟ انگشترین. اکا من خانه دار میشوم. حالا فرصت نیفتم که به تو بگویم اکا. یعنی انا حاضر دیدی. با که خانه دار میشوی؟ با سمی. سمی؟ دانستن لازم کی است؟ به تو
نمیشود. اکا جون نمیشود گفتم. آقای اونام کالتاکلاس زنده است؟ زنده است سمیر. زنده است. وای بشرف یک سال باز شناسنامه دیگر کس گشته است، ولی او را دستگیر خواهم کرد. او را به حبس خواهم کشید. تو بازدید اکا کالتاکلاس زنده باشد خواهرش رو به تو میدهد؟ نمیدهد. نقص لبای میگویم زیق شدم. اکا سمی آدمی بد نیست. وقتهای آخر همیشه نزدم بود، دستگیری هم میکرد. بیتول خودت را بیخوده خسته نکن. نمیشود با او خاندار نمیشوی. اما اکا من قبول کردم. چخیل نمیگویم. 1 سال است که بچه همین لحظه رو انتظار بود. قبول کردم. چخیل نمیگویم. نمیشود بیتول. یگان بهانه یا رد کن، خودش تمام میشود. نمیشود میگویم. با سمی خاندار نمیشوی. این مسئله بسته شد. سردار فهمیدم که چگونه اوضاع شده است. احمد شمشک گفتنی شناسنامه رسمی داشته است. احمد شمشک گفتی؟ احمد شمشک؟ بله سردار. پلیس‌ها به خاطر شناسنامه حقیقی اش را آزاد کردند. با شناسنامه دیگر کس میگشته است. کالتاکلاس با همه بازی دارد. خواهد میمورد، خواهد زنده میشود، خواهد خودش، خواهد دیگر کس میشود. حتی مرگ در خدمت اوست. مکانش رو پیدا کردید؟ جستجو داره. او را حتما میابیم. زودتر. اطاعت. خیر بیتون، من میروم. مایلش اکا. فردا باز میایم. مایلش. تا بازدید اکا جان. یعنی همینجا زندگی میکرده بشرف. تو رو نیست میکنم. اول جواب ده این کار رو گیرم، همش رو اثبات میکنم. انشالله که در خانه کسی نیست. باز از پسی این خزنده سرمان در بلا نماند. بگو هم شپاتی خور، هم از او پینان شو. این چه کار است؟ عیب شود هم منیخ کار را.
او به شرف از کسی اجازه نگرفته به هر کجا که خویی دستانت رو جنبانده میروی، اما برای در اومدن به خانه تو اجازت نامه شخصی لازم است. با این سرگردان شده نمیگردم، رفته از آنجا تاکسی میگیرم. خدا که از تو میترسم برادرم. چخیل تو رو آزاد کردن نمیفهمم. اینقدر آدم چخیل نفهمید تو احمد شمشک نیستی؟ هیچ کس باور نمیکنه. احمد شمشک هستم، با دقت باش کنم. بخشش توغری، تو احمد شمشک هستی. در ساحل میلیس را آغوش گرفتگی کی بود؟ چی میگویی تو؟ دیدم حادثه ساحل را و میلیس نزدیک شده صحبت‌های گرم کردید. چرا آغوش گرفتن خواستی او را؟ مرا بین، یا اینکه به زهرا خیانت کردی؟ شوکت، چیزی را که نمیدانی نگوی. خیلی فهمیم. نقل میکنم. کن نقل کن. بی شرف، شب باتی که مرا زدی جوابش رو خواهی داد. افتش رو بین، افت خونکت در گور. بی شرف، تو مگر این خیل ماشین ها رو سوار میشدی؟ آه برادرم، به خاطر که حافظت میرفت و میامد همه را آمیخته کردی، من رو نمیشناختی ها؟ نپرس. از پشت این حافظه به سرم چی چیزهایی که نامد. خدا نگه دارد. شرم نکردی زیایی مرا آغوش گرفتی؟ اینش از کجا بر اومد باز؟ احمد مرا دوست می‌دارد. بیچاره میلیس جو، زیا به خاطر قصد گرفتن از من تو را استفاده برده است. حالا هم نمیفهمی؟ پروای تو را هم ندارد میلیس جو. اما احمد این خیل نمیگوید. در خانه او تنی تنها یک جای وقت میگذراندیم. عشق ورزی میکردیم. زهرا خاموش باش. البته دوامش رو گفته نمیشود. بعد تو میگویم خاموش باش. این خیل چیزها را نقل نمیکنند. با من نگاه کن. از این روز اعتباراً از زیاد دور میشوی، مرا فهمیدی؟ پس اصلا تو از احمد دور میشوی. تو میگویم از زیاد دور میشوی، فهمیدی؟ اگر یک بار دیگر احمد را تعقیب کنی میکشم تو رو. من تو رو میکشم. سرده مرا میکشم رو. من تو رو میکشم. زیا را از خاطرت میبراری. احمد را از خاطرت میبراری. تو در رهایم کن. بس از زهرا. برادرم گوش کن. این مسئله سخرات رو چیکار میکنیم؟ به شرف را یگان کار نمیکنیم. خواهرت رو دوزید، زهرا رو دوزید، تو رو در انبار محکم کرد، تو رو ترک کن. برادر ما باید یگان کاری کنیم. پروا نکن شوکت، من برای او یک نقشه خوب فکر کردم، اما همه چیز وقت دارد. اما برای او یک نقشه کشیدم که زاری و تولا میکند که مرا کشید، ولی حاضر نیم. حالا خودم را آشکار کرده نمیتوانم. وقتش رسد در شهر همه میفهمند چه خیلی که نباشد. تکنولوژی را بین یک مورچه را در میکروسکوپ میمونه کلانشون میتر رنگ گو میتوه.
دیر که چی شد؟ سردارم اون چیزایی که از درون قبرستان گرفتیم انالیزاش حاضر میبرویم. گوش که کونه اما احمد شمشکی که کلتکلج گفته برده در شوباچه محکم کردیم که تشخیصش نداریم. این رو من حل کردم. چه؟ برادر بخشش که دویم چیزهای بد رو به خاطرت میارم، اما مسئله اونال چی؟ دویم از پس تو است، رهایت نمیکنه. ای شوکت میدونی چی؟ بسیار سوال دادی و بسیاری بد گپ زدی. چیکار میکنی مکه؟ پروا نکن، این کار رو حل کردم. چی خیلی حل کردی؟ حال و تشخیص ها است. این رو چی خیلی میکنی؟ یا بسم الله. تمامی بتالون برای استخوانچا رو پیدا کردن دعوت کردن. از همین دین که میگیرن. خب میراجینی پنات بخرن. دیوانه، تو چی خیلی آدم هستی برادر؟ از تو ترسیدن در کار. حاضر تشخیص هایی که از قبرستان میبرویند با تشخیص هایی تو یک خیله بروید، به خدا اونال دیوانه میشه میره. بگذار، برای او کم است. مردم و حالا هم این آدم از پس من استه؟ بسیار خوب برادرم. تو در داخل شیشه چی گذاشتی؟ ای شوکت، یک چیز گذاشتم. از پایم یک پاره گوشت بریده ماندم. چی کار میکردم؟ برادری بیچاره همه. با فکرم که چقدر درد کشیدی ها؟ خیر، من باید روم. با کجا میروی؟ باید زهرا جان رو بینم شوکت. برادر دیوانه شدی مگر؟ خودت میدونی که بابوی اکرم در خانهش 1001 نمود سلاح داره. با نپروند میمری یک از زحمتات بفویده. چیزی نمیشود، پروا نکن. خیر تا بازدید. خانه 2 حجره گب نه؟ اینه شوکت جان، مسئله خانه‌ت هم حل. ای چرچشمه، در کجا میگردی؟ نگفته بودم که از اینجا دور نشو. ای بنام خدا، یک پلچه نشودم آمدم. خودت بدونی که تلفن سله چند روزگی دست نارسته که پیشو برم. طرف من خیلی نگاه نکن، من کارم 100% اجرا میکنم. سردارم یکو چیزا میفهمی؟ کمودا بفهمونی؟ لوید خاموش. کلتکیلاس میداند که ما اینجا تشخیص گذرانده شدیم. اینه به فکر تو آمده تشخیص ها رو عوض نکرده است؟ میگو عوض کرده است. تو خوب هستی. استغفرالله. اما لوید با کلتکیلاس بازی کلانه کردم. چی؟ پیش از اینجا آمدن قبرستان رفتم، تشخیص های نو گرفتم. و از خونه کلتکیلاس دندانشویک گرفتم. چی؟ نگاه کن، این تشخیص هایی که در دستم است با تشخیص هایی که پیشتر آورده بودیم یک خیلی نمی پرویند. اما از کلتکیلاس تشخیص هایی که پیشتر در دست ما بود با این دندانشویک یک خیلی می پروید. انیق میکنیم. لوید تو میبینی حاضر رفته لبرانت رو جغزن.
تمام سردارم بابا گویم که تیز بیاد که تعجیلا اینجا بیاید لوند. گپ نیست سردارم. السلام علیکم هموطنان عزیز، مخلصان فیلم هدایت. اینک ما گفته بودیم که بازی رمزها را پیشنهاد شما میگردانیم. این فرصت فرا رسیده است. تماشاگران عزیز، چنانکه در قسمت‌های پیشتر گفته بودیم، ما همه رقم‌های رمزی را گرفته به یک قوطی می‌اندازیم و این کار را هم نیز کردیم. ببینید در این قوطی ما رمزهای را انداختیم که از قسم 81 تا قسم 84 است. سخن را درازه میکنیم، بازی را آغاز میکنیم. در اول بازی ما 3 تا دستمال میگذاریم و از این تفلک خواهش میکنیم که از این قوطی ما چند رقم رو بیرون آورد. چی رو داری زادر جان؟ مصطفی جان کنی مرحمت بیا کنی. یک تا آفرین جانی من. با یک تا دیگر. خب دو تا تشکر. خب سیومش. خوش سلامت باشی دادر جان، سلامت باشی. خب تماشاگران عزیز، رقمی رمزی A 5150، B 18503، A 5265 با رقم فیته کسی موافقت کرد صاحب درزمال می شود. مبارک شود. اینک آغاز میکنیم برد دویمی بازی را. در برد دویمی بازی گذاشته شده است 2 عدد چای جوشانک، یعنی که تیفال. از مصطفی جان خواهش میکنم کنی برام مصطفی جان 2 رقم رو بیرون آور. 1 خب با اینجا میگذاریم. دویمش تشکر. خب در برد دویمی بازی ما آمده است خب S 13056 و S 14074. 13056 و رقم S 14074 باشد صاحب چای جوشانه گردید، یعنی که تیفال. مبارک شود. گرمی های تابستان خسته هم کردن و این تابستان نیز گرم می آید، یعنی که در بازی سیوم 2 عدد شمال دهک مانده می شود. مصطفی جان خواهش میکنم کنی دادری عزیزم و یک مراتب دیگر الدرش میکنیم. مرحمت مصطفی جان. خب یک رقم بیا هیچ گپ ندارد. یک رقم دیگر رو میخوام. بیا. آفرین به دادر عزیزم مصطفی جان. خب ببینید تماشاگران عزیز، رقم رمزی A 4941 و اینچنین رقم رمزی A 7129 با رقم فیته کسی درست آمد، شما صاحب شمال دهک گشتید. مبارک شود. چنانچه میگویند جهان دیده باشه جهان خوردنه، یعنی که در این نوبت در بازی میمونه ماهواره جهان رو تماشا میکنه، یعنی پراملیسکی انتنه. خوش میکنم یعنی مصطفی جان 1 تا رقم رو بیرون آره. تشکر دادری جانم، تشکر. خب تماشاگران عزیز، در اینجا رقمی B 20595 آمده است. رقم رمزی B 20595 با رقم فیته کسی درست آمد صاحب ماهواره گشت. مبارک شود. اکنون در این نوبتی بازی 2 عدد چنگیره، یعنی که پلیساس را میمونیم و از مصطفی جان بازم خواهش میکنم مصطفی جان یک بار دیگر همه رقم های رمزی را من الدرش میکنم. مصطفی جان مرحمت 1 رقم را بیرون آور. خب 1 رقم را مصطفی جان بیرون آور. 2 رقم را بیار. کدومش را میگیری گیر؟ فرق ندارد. مرحمت کنی. خب اینک رقم رمزی A 5472 و اینچنین رقم رمزی S 13414. رقم A 5472 و رقم رمزی S 13414 برد کردن چنگ کشک، یعنی که پلیساس. مبارک شود. خانه‌تان چنگ را نبیند. تلویزیون پلازموی. خواهش میکنیم از مصطفی جان که تقدیری آن کسی که تلویزیون پلازموی رو میبرد مصطفی جان حل میکند. مرحمت مصطفی جان کنی بیا. مرحمت مصطفی جان. مرحمت. ببینید B 20819
رقم ب 20819 به رقم فیته کسی درست آمد صاحب تلویزیون پلازموی گشته است. مبارک باشد. نفرانی که رقم‌های فیته‌شان با رقم‌های کشیده این طفلک موافقت کرد، اول شما را مبارکباد میگویم. بعداً فیته را عکس روشن گرفته هم گالوگرام نمودار باشد و هم رقمی رمزی و با واسطه واتساپ، حتما با واسطه واتساپ وایبر نه، چون که در وایبر بسیاری عکس ها کشیده نمیشوند. با رقم 985 055 055 با ما بفرستید و ما این را دیده میبریم. حتما با شما در تماس شده تحفه‌تان را به شما میرسانیم. کسانی که رقم های فیته‌شان برد نکرد رو افتاده نشوید. در بازی های دیگر ان شاء الله باوری داریم که به شما هم نیز برد می شود. نفرانی که در این بازی رمزها نیز برد نکردند خواهش میکنیم بیهوده به واسطه واتساپ به ما دیگر رقم ها را روان نکنید. اگر که بسیار روان کردید شما را به روی خط سیاه میمونیم. در بازی آینده رمزها اشتراک کردن نمیتوانید. این از شما خواهش میکنیم. زیا زهرا به اینجا چی خیل در اومدی؟ فراموش کردم تو کالتاکیلاس هستی همین خیل نه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار دارم من؟ برای دیدن دوست داشتم اومدم. همین خیل؟ این خیل باشد خطا کردی اینجا اتاق میلیس نیست. چی ها میگوی تو زهرا؟ از برای خدا خاطرم رو از دست دادم. میلیس مرا استفاده برد همش همین. همین خیل؟ این کار نمیکنی که از میلیس خوشت آمده؟ زهرا تو میدانی بعدی آن حادثه 1 سال در کامم بودم، خاطره نداشتم. میلیس رو دیدم، برای همین تو رو نشناختم. نمیفهمی مگر حال خاطرت رو گم کرده میلیس رو پیدا کردی. تفو دختر باز. چی میگوی تو جانم؟
کدام میلیسا؟ بابایت مرا پران قریب بود که مرده بودم، این رو نمیفهمی؟ ساخ و سلامت روبرویت برآمدم، به جای آنی که خرسند شوی باز به من نغمه کرده ایستاده ای. این خیل نکن زهرا. کاشکی همون جایی که تو رو با میلیس دیدم بابایم هر دویتان رو میکشت. رو از اینجا. چی؟ رو از اینجا رفت، تو رو چشمی دیدن ندارم. یاری دیگه زهرا تو چی ها میگویی؟ یاری دیگه خدا. رفته باشد. رفت. خدای توبه، به این دختر چی شده باشد؟ خیر تو بازدی؟ تو بازدی با خیر است؟ یگان جا سر و سمه ای؟ کار دارم. چی کار؟ گفتم که کار دارم، با تو چی یا خدایا؟ مسخره باز. ای مردم، با یگان کافه رفته صحبت کنیم، وقت ما رو خوش کنیم. یک جا ناک شده است، بسیار خوب است میگویند. با خدا فکری خوب، من گرسنه شده بودم. سنن تو هم با مو میایی؟ میایم. رفته خمچین دختری خوب است. نتیجهش کی میبراید؟ همین بگاه میبراید. سردار فقط خیمیکت نفس کشیده استیم. بیا بیرون بریم هوای تازه بگیریم. لوین خود رفت چیزی میخوای گیر. بخشش پسرم، تا این نتیجه رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. نتیجه که برآمد وای کارتکی رسی بیشرف رو از خونش گرفته به محبس میبرم. در پیشم میریخته طرف ما چی داد میزنی؟ اقرب گم شو. بیعقل. احمد. لبای میلیس. احمد، من به نزد تو اومدم. در خانه تو میستم. دیگر با اون خونه نمیروم. سفسطه نکن میلیس. تو رو نگفته بودم که دیگر وان نمیخوری. خیر اکنون سپارش میدیم. پیش خدمت باید سپارش میدیم. البته کجا شده رو فرار میکنم. در اینجا اگه پیش خدمت هست. منیو رو بیاره. تو چی می‌نوشی؟ من شربت میخواهم. خوش آمدید. صبحان خوش آمدید. مرحمت بفرمایید. با خدا ما نفهمیدیم تو اینجا کار میکنی. میدونستیم پیشتر میومدیم. تو میدونستی و دیده و دونسته ما رو با اینجا آوردی، همین خیلی؟ البته. خیر چی فرموش میدید؟ احمد. چی میگویی؟ احمد چرا با من این خیلی رفتار میکنی؟ مثل بیگانه ها وعده هایت رو فراموش کردی مگر؟ دائم در پهلوی هم بودیم، دائم دوستم میداشتی. میلیس در این دنیا تنهایم. کسی ندارم، نه گذشته و نه آینده دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. نزد تو باشم دلم با هیجان میلرزد. نمیدانم چرا، اما در نزد تو نمیترسم. میلیس احمد، مرا با تو بودن همیشه خوشم میآید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمیتوانم. میلیس، من تو را دوست می‌دارم. میلیس، مرا استفاده می‌بردی. نمی‌دانستم، فهمم؟ من تو رو استفاده نبردم. کاری که در نقشه داشتم به انجام نرسانده. به تو عاشق شدم احمد. میلیس، بیهوده گم نزن. من زهرا را دوست می‌دارم. تمام.
این کار نمیشود فهمو؟ احمد یک لحظه مرا گوش کن. احمد مرا گوش کن، التماس مرا گوش کن. احمد مرا گوش کن. احمد لطفا. احمد جای خالیه که در دل داشتی با دوست داشتنی من پر میشد کو. مرا هرگز تنها نمیگذاشتی کو. فراموش کردی. دلت در نزد من میلرزید کو. غیر از عشق من پروای چیزی دیگر نداشتی کو. دروغ بود احمد. دروغ بود مگر؟ دروغ نبود. احمد التماس درو کشو. مرا در بیرون تنها نگذار احمد. احمد تو نباشی برای من زندگی معنی ندارد. احمد من اینها رو گیرم. تشکری زیاد برادر رحمان. کارا بینا قهوه بی سرپوش می شود مگر؟ سرپوش دارد کو نمیبینی؟ به همه چیز جوابی تیار دارد. کنی سرپوش من نمیبینم. این رو عوض کرده بیار. جنید با هم صنفت مثل آدم گپ زنی نمی شود مگر؟ اینقدر بچه بد رفتار بوده یا؟ از حد گذراندی بچه. یا خدایا مشتری همه وقت حق است. زود باش برادر. تمام جناب درست میگوید. در حالی باز میکنم. تو رو میکشم. نکش. این دختر رو ببین. از پشت تو شده زهرا نگاه هم نمی کند. یک جای زندگی کنیم میگوید. بابا دنیا را بینم. پشخدمت ما نمی اومده باشد. پشخدمت خدا که من کجا شد؟ همه خورده ایستاده است. من گرسنه شینم اینجا. تو رو نگاه کرده شینم. اگر نتوانیم پشخدمت دیگر رو جغ زنیم. اوف بس از اکنون من دیگر طاقت نمیکنم. مالکا لازم نیست. بشین. مگر تو نمیبینی او با تو چه خیلی گپ میزند؟ هیچ گپ نه. دوستان عزیز همه این رو میداند که مشتری همه وقت حق است. نادرست میگویم سبحان. زود خدا که مرا گرفته بیار. خوب شد از جناب. حاضر میارم. تو چرا این خیل میکنی؟ وای مرده که اینجا کار میکند. اکا کار دیگر است و رفیقی دیگر. از گرسنگی مردیم. کارش رو کند. 2 دقیقه انسان شو. 2 دقیقه. یا خدای من.
مادامی که تو زهرا رو دوست می‌داری من زیادتی هم در این دنیا. من زهرا را دوست می‌دارم. تمام. در این دنیایی که تو مرا دوست نداری احمد زندگی کردن برای معنی ندارد. اگر تو در حیاتم نباشی من هم در این دنیا نیستم. تمام؟ کسی شیرینی یا اگون چیز دیگر میخواد؟ پیش خدمت. چیکار میکنی؟ صورت حساب رو میپرسم. از ما چند پول شد؟ آدم بر این پرسی نمیشود مگر. چی شد از خدایا؟ مرحمت. من گیرم این بیستو من پرداخت. نه جانم. این خیلی نمیشود. چندان سومی زیاد نخوردیم کو. شد انا این خیلی گذارم این را بعدا میگیریم. مرحمت بگیر جورا. اینش باشد صدقه برای تو در روزهای خوب استفاده میبرید. بچه ها چی کار میکنید؟ صدقه دادم یکم کاری خطا نکردم کو. سبحان تمام. بچه ها یکم مشکلی نیست، همش خوب است. مشکلی نیست. چی مشکلی میشود؟ ما از این کافه اتون بسیار خوشحال هستیم. این رفیق باشد سلامت باشد. بسیار با ما رفتار خوب کرد. همین خیلی بسیار ناز انتظاریم. خسته نباشی. همراهی تو دیگر به هیچ کجا نمیرم، فهمیدی؟ التماس بیا با من. خسته نباشی برادر. سبحان برادر ببخش برای کار. خسته نباشی. سبحان من در حقیقت نمیدانستم که تو در اینجا کار میکنی. یعنی مالکا در حقیقت چیزی نیست. در مکتب میبینیم. وای تو بازدید سنم. البته میدونم. جنید وای مهنت حلال میکنه. تو چرا دخالت میکنی با او؟ من کاری ندارم با کارش. احتیاج به پول دارد. با او صدقه دادم که رفته کتاب خرد. چرا قهرش میکنه؟ کن اینجا بیا. چی شد؟ پشیمون شدیم اگر بیا صدقه رو دهم؟ نه پشیمون نشدم ولی کمی تو رو پشیمون میکنم. مکتب رو سوزانده و بالای من پرتافتی باز اینجا اومده مسخره بازی میکنی ها؟ چرا مسخره میکردم؟ مدامی که با پول ما خونده استودایی خطاهایم رو نادیده میگیری. همین خیلی نه؟ سوهان تو چیکار کردی؟ جنید بیسته بچه ها این کارو نکنی. گوش کن 100 بار به تو گفتم با من کردور نشو وگرنه حالت رو بد میکنم. جنید بس اینجا بیا. آروم باشی. نه دیونا. سبحان تمام. اونجا چی گپ است؟ چی گپ شده باشد؟ آو دختری اما که استاد احمد نیست مگر؟ دختر خودش رو میپرتوید. اپای میلیس؟ این دختر کی است؟ مالکه زود زنگ زن. با استاد احمد زنگ زن. لبای استاد من
امکتان خودکشی میکند. زود بیایید. کی؟ دختری امک؟ استاد زودتر بیایید. در کجا هستید؟ خب حاضر می آیم. میلیس این خیل نکن. خدا لعنت کند. ای زهرا جان، خرید و فروش آدم رو آروم میکنن. میگویند کو این خیلی نیست. من تا حال عصبی هستم. من هم آروم نشدم سیلی. کی؟ چورچشمه؟ ها لوین، خیلی رویت شده باز به من زنگ میزنی؟ تو به نامزدیت نامدی. بیرو. اینها همشون بیرو هستن. همشون. از من باشد به اتاقم اومد. چی؟ به اتاقت اومد؟ بله. آهسته به اتاقم در اومد. زهرا مرا ببخشید، جان را دوست می‌دارم. اما من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ بر رویش توف کردم. خوب کردی. این رو وقتی میلیس رو آغوش گیری باید فکر میکرد. خاطرش رو گم کرده است. میلیس از این استفاده برده است. خاطرش رو گم کرده است؟ همین خیر است دوگانه جان. نباشد وای دختری بیشک را چیکار میکند؟ مرا دیوانه‌وار دوست می‌دارد. زهرا جان این خیلی باشد تو بیهوده او رو اذیت میکنی. گناهی نداشته است کو؟ انشالله لوین هم خاطرش رو از دست میدهد وگرنه او رو هرگز نمیبخشم. هرگز. چه خیلی گناه نداشته سیلینا؟ من او را به آسانی نمیبخشم. عذابی دو دنیا را برایش میدهم. مثل نامش او را غم میدهم. کالتکیلس. رفتیم. یا خدایا التماس نکن این کارا میلیس. خواهش میکنم به این کار دست نزن. آقای میلیس خودش رو میکشد. استاد میلیس نکن. میلیس اینجا پوری پولیس است. تمام آرام شد. مایلش استاد. اپای میلیس صبر کنید. استاد احمد آمد. او رو نجات میدهد. بخیر میشود. باز او رو نجات میدهد. میلیس چرا آمدی؟ میلیس آرام باش. خودت رو به دست گیر. پایان فرا صحبت میکنیم. چیزی نداریم که صحبت کنیم. میلیس فراموشم کن. نگفتی من حاضر میمیرم. همه چیز رو فراموش خواهم کرد. میلیس تمام. به نزد زهرایت رو. تمام. از من دور باش. چرا در نزد او نیستی؟ او رو بسیار یاد کرده بودی کو ها؟ التماس میلیس یگان کاری بی‌عقلانه نکن. التماس. اکنون در فکری مزدی ها؟ از آدمانی که نکن نپرت و خودت رو میگویند تو چی فرق داری؟ میلیس من تو رو دوست داشتم. عشق چی بوده است در تو دیدم. در قلب من تنها تو هستی. اگر در قلب تو برای من جایی نباشد برایم این زندگی معنایی ندارد. بی‌عقلی نکن.
اگر مرا دوست داری مرا نجات میدهی، اگر دوست نداری رهایم کن، روم. اینجا چی گپ است؟ آفرین استاد. دیگر این خیلی کار نکن میلیس. احمد دیگر مرا تنها نگذاری التماس. تمام. انا عشق انا همین است. استاد احمد ما رو فریب داده است. دختر اما گفته دختر رو از آن خود کرده است. ای سبحان، میبینی که چه زیبا یکدیگر رو با او خوش گرفتن؟ بله. زهرا جان با خود بیا لطفا. میدانید برای عشق آدمان میمیرند. چی نگاه داری؟ آه داملازیا آه. تشکر. سردارم چی شد؟ جواب تشخیص چیست؟ کلتکیلس از خیر نه؟ رفته دستگیرش کنم؟ با این باور نمیکنم، اما تشخیص های کلتکیلس و احمد شمشک یک خیله بر اومدن. چی خیلی یک بر اومده است؟ این چی خیل می شود سردارم؟ کلتکیلس و احمد شمشک برادر دکانی کند. سلام علیکم. سلام برادر. سازی تینجی سایجان. یک جان تشکر. ما برادر هم فیتا خری میریم. خب میریم صف فیتای قلبکی با ما میدین. فیتایی که بولش تازه کرده شده است. گلاگرامش. گلاگرامش تازه کرده شده است. با ما همون را پیشنهاد میکنم. برادر عزیز، پیش از آن که شما فیتا خری میروید، با دکان فیتا فروشی در آمدید، خواهش کنید از فیتا فروش برادر عزیز برای من فیتای اصلی، یعنی که دیسک اصلی را بده. گلاگرام تازه نکرده باشد. ببینید تفتیش کنید که نشان میدهد یا نشان نمیدهد و اینچنین رقم رمزی داشته باشد. اگر شما همین رو خواهش کنید طلب کنید برای شما دسترس میکنن، شما هم تماشا میکنید فیلم رو و هم صاحب برد میگردید برادر عزیز. توفه میگیرید؟ بله. ما نیز چندین مراتبه ها شاهد آن گشتیم که فیتا فروشان فیتاهای اصلی رو گرفته گلاگرام ها رو تازه میکنن، بردشون رو به خودشون میگیرن و بی بردها و قلبکی رو پیشکشی تماشابینان میکنن. انا همین نمود چیده بود آخی برای بله. فیتا فروشان عزیز از شما خواهش میکنم که دیگر این خیل نکنید. ما چند مرتبه اونها رو آگاهی دادیم. همین کارتا میرم اگر یک تاش همین فیتای تازه کردگی من رابط یکو همین کلو 14 قطی گردنش تا میتونم برآمده رفتنم بگیریم. فهمیدید؟ السلام علیکم هموطنان عزیز مخلصان فیلم هدایت. اینک ما گفته بودیم که بازی رمزها را پیشنهاد شما میگردانیم. این فرصت فرا رسیده است. تماشاگران عزیز، چنانکه که در قسمت‌های پیشتر گفته بودیم، ما همه رقم‌های رمزی رو گرفته به یک قوطی می‌اندازیم و این کار را هم نیز کردیم. ببینید در این قوطی ما رمزهای را انداختیم که از قسم 81 تا قسم 84 است. سخن را درازه میکنیم، بازی را آغاز میکنیم. در اول بازی ما 3 تا دستمال میگذاریم و از این تفلک خواهش میکنیم که از این قوطی ما چند رقم رو بیرون آورد. چی رو داری زادر جان؟
مصطفی جان کنی مرحمت بیا کنی یکتا آفرین جانی من با یکتا دیگر خب دوتا تشکر خب سیومش خوش سلامت باشی دادری جان سلامت باشی خب تماشابینان عزیز رقمی رمزی A 5150 B 18503 A 5265 با رقمی فیته کسی موافقت کرد صاحبی درزمال می شود مبارک شود اینک آغاز میکنیم برد دویمی بازی را در برد دویمی بازی گذاشته شده است 2 عدد چای جوشانک یعنی که تیفال از مصطفی جان خواهش میکنم کنی برام مصطفی جان 2 رقم رو بیرون آور 1 خب با اینجا میگذاریم دویمش تشکر خب در برد دویمی بازی ما آمده است خب S 13056 و S 14074 13056 و رقم S 14074 باشد صاحب چای جوشانه گردید یعنی که تیفال مبارک شود گرمی های تابستان خسته هم کردن و این تابستان نیز گرم می آید یعنی که در بازی سیوم 2 عدد شمال دهک مانده می شود مصطفی جان خواهش میکنم کنی دادری عزیزم و یک مراتب دیگر الدرش میکنیم مرحمت مصطفی جان خب 1 رقم بیا هیچ گپ ندارد 1 رقم دیگر رو میخوام بیا آفرین به دادر عزیزم مصطفی جان خب ببینید تماشابینان عزیز رقم رمزی A 4941 و اینچنین رقم رمزی A 7129 با رقم فیته کسی درست آمد شما صاحب شمال دهک گشتید مبارک شود چنانچه میگویند جهان دیده باشه جهان خوردنه یعنی که در این نوبت در بازی میمانه ماهواره جهان رو تماشا میکنه یعنی پرابلیسک آنتنا خوش میکنم یعنی مصطفی جان 1 رقم رو بیرون آره تشکر دادری جانم تشکر خب تماشابینان عزیز در اینجا رقمی B 20595 آمده است رقم رمزی B 20595 با رقم فیته کسی درست آمد صاحب ماهواره گشت مبارک شود اکنون در این نوبتی بازی 2 عدد چنگیره یعنی که پلیساس را میمونیم و از مصطفی جان بازم خواهش میکنم مصطفی جان یک باری دیگر همه رقم های رمزی را من الدرش میکنم مصطفی جان مرحمت 1 رقم را بیرون آور خب 1 رقم را مصطفی جان بیرون آور 2 رقم را بیار کدومش رو میگیری گیر فرق ندارد مرحمت کنی خب اینک رقم رمزی A 5472 و اینچنین رقم رمزی S 13414 رقم A 5472 و رقم رمزی S 13414 برد کردن چنگ کشک یعنی که پلیساست مبارک شود خانه تان چنگ رو نبیند تلویزیون پلازموی خواهش میکنیم از مصطفی جان که تقدیری آن کسی که تلویزیون پلازموی رو میبرد مصطفی جان حل میکند مرحمت مصطفی جان کنی بیا مرحمت مصطفی جان مرحمت ببینید B 20819 رقمی B 20819 با رقم فیته کسی درست آمد صاحب تلویزیون پلازموی گشته است مبارک باشد نفرانی که رقم های فیته شون با رقم های کشیده این تیفلک موافقت کرد اول شما را مبارک باد میگویم بعدا فیته را عکس روشن گرفته هم گالوگرام نمودار باشد و هم رقمی رمزی و با واسطه واتساپ حتما با واسطه واتساپ وایبر نه چون که در وایبر بسیاری عکس ها کشیده نمیشوند با رقم 985 055 055 با ما بفرستید و ما این رو دیده میبرایم حتما با شما در تماس شده تحفه‌تان را به شما میرسانیم کسانی که رقم های فیتهشان برد نکرد رو افتاده نشوید در بازی های دیگر ان شاء الله باوری داریم که به شما هم نیز برد می شود
нафароне ки дар ин бозии рамзҳо низ бурд накарданд хоҳиш мекунем беҳуда ба воситаи ватсап ба мо дигар рақамҳоро равон накунед. агар ки бисёр равон кардед шуморо ба рӯйхати сиёҳ мемонем, дар бозии ояндаи рамзҳо иштирок карда наметавонем. ин аз шумо хоҳиш буд. Каромфилм барои мухлисони филми ҳидоят як иқдоми некро пешниҳод мекунад. акнун шумо метавонед ки бо харидани фитаҳои аслии филми ҳидоят соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардед. фитаи аслии филми ҳидоят аз студияи Каромфилм чунин муқова дорад. ҳангоме ки фитаи филми ҳидоятро харидорӣ мекунед, албатта ба рӯяш назар кунед. дар ин ҷо голограммаи студияи Каромфилм ва рамзи махсус ҷойгир шудааст. иқдом ине ки студияи Каромфилм ана ҳамин аст ки дар голограмма бозиҳои бурднок ҷойгир карда шудааст ва алалхусус дар рамзи махсус. акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр соҳиби тӯҳфаҳо ва бурдҳои молӣ мегардед. голограммаро як тангаро гирифта тоза мекунем. ана ҳамин хел оҳиста оҳиста рақамҳо намоён мешаванд. дар ин ҷо 3 рақам ҷойгир шудааст. агар 3 рақами як хела барояд шумо бурд мекунед, яъне ки агар 3 барояд 10 сомон бурд мекунед. 350 барояд 50 сомон то 500 сомон аст. 3500 баромад 500 сомон бурд мекунед. ҳангоме ки ман тоза кардам 2 та 50 ва 1 то 5 баромад, яъне ки ман бурд накардам. акнун дигарашро тоза мекунам. фитаи аслӣ мегирем. хоб бубинед, дар ин ҷо ҳаст голограмма ва рақам A744. рақами рамзӣ. хоб тоза мекунам. бубинед, ана 3 та рақами 100 баромад, яъне ки ман бурд кардам 100 сомон. агар 3 адади 100 баромад ё 3 адади якхела, тариқи SMS дар телефони мобилии худ рақамчинӣ мекунед. аввал бурди голограмма рақами 100ро менависед, баъдан ҳарфу рақами рамзиро ва тариқи SMS паёмак ба рақами 985 055 055 равон мекунед. аз 3 то 50 сомонро мо дар сурати ҳисоби телефонатон мегузаронем. аз 100 то 500 сомонро пули нақд медиҳем. мана дар ин ҷо омадааст A744 боз меша 755 A701 ё ин ки 2000 фарқ надорад. боз ин ҷо мешавад иваз мешавад, б мешавад, с мешавад. хулас филмро ки тамошо кардед, фитаҳоро напартоед. зеро боз бозии дуюм шуморо интизор аст. баъди ҳар 2 моҳ бозии бурдноки рамзҳо гузаронида мешавад. ҳамаи ҳамин рақамҳоро гирифта ба қутии махсус меандозем ва як тифлаки бегуноҳ аз даруни қутӣ якчанд рақамро берун мебарорад. рақами кашидаи тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, он гоҳ соҳиби тӯҳфаҳои арзанда мегардад. фитаҳои аслӣ ана ҳамин аст. ғайри инҳо ҳамааш дуздӣ ва халбакӣ ҳастанд. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳангоми харидорӣ кардани фитаҳо бисёр бодиққат бошед ки голограммаҳо тоза кардагӣ набошанд. шумо дар ҳолати харидорӣ дар ҳамон ҷо тафтиши голограмма, рамзи махсус ва диск нишон медиҳад ё намедиҳад бигзаронед.